بخش آخر از فصل دوم، رهایی انرژی و تغییر ژنتیک. هنگامی که بدن در برابر اراده تسلیم می شود، انرژی عاطفی ذخیره شده که در ترس و رنج گره خورده بود آزاد شده و به سرمایه ما برای ساختن سرنوشتی جدید تبدیل می گردد. با این رهایی ما در می یابیم که شجاعت و عشق در طرف دیگر ترس و تنفر قرار دارند. این انرژی بازیافته که در کارگاه‌های دکتر جو دیسپنزا نیز اندازه‌گیری شده، میدان انرژی شخصی ما را برای خلق ایجاد می کند. این فرایند علاوه بر تأثیرات انرژیایی، عواقب زیست شناختی و ژنتیکی نیز به همراه دارد، زیرا با جلوگیری از احساسات استرس‌زای گذشته از شرطی شدن بدن برای اعتیاد به استرس جلوگیری کرده و بیان ژن‌های سالم را تسهیل می کند. در نهایت با استمرار این فرایند، واقعیت شناخته شده گذشته و آینده از بین می رود و ما در نقطه دلچسب لحظه حال ابدی قرار می گیریم که منبع بی پایان انرژی برای خلق یک آینده ناشناخته و با شکوه است. پایان فصل دوم.